خیلی دلم میخواد شما رو شاد کنم شما رو، ولی این کارنامه رو بیش از 50 سال و بسیار دوست دارم. تمام زوایای روح و روان انسان رو در اشعاری که توسط بزرگان سروده شده خوندم و منتقل میکنم و فکر میکنم هر کسی باهاش یکی رابطه ای داره و میتونه، ولی امیدوارم همینقدر اتفاق کنه. تکبیر میکنی گلو به جرم انتشار عشق، خط میزنی فواره رو قطره به قطره سطر سطر، منو به دار میکشی به اتهام یک نفس، پرنده رو پر میبری در این شب قفس قفس، هنوز بین چراغ و چشم من زنجرها رو میکشی، از ترس هم صدا شدن رگبار میبندی به ما، فانوس و گردن میزنی ستاره پایی میکشی، آینه ها رو میشکنی، خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی، با سرخونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. مزرعه رو وجب وجب لاله به حبس میبری، شب پر 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 میکنی، خورشید رو میدزدی و شب رو مکرر میکنی، رگبار میبندی به ما، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایی میکشی، آینه ها رو میشکنی، با سرخونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو صدا چه میکنی، با سرخونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. آنک خصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنگه و ساتوری خونالو و تبسم را بر لبها جراحی میکنند و ترانه را بر دهان. روزگار غریبی است، روزگار غریبی است نازنین. وقتی تاریخمون رو نگاه میکنیم همیشه آمدن، غارت کردن، ظلم کردن، تاراج کردن و آخر سر باز مردم حقشون رو پس گرفتن. این قوم
به علت قبول نکردن تفاوت ها که ما رنگین کمانی از تفکرهای مختلف در اون سرزمین داریم، رنگین کمانی از تفکر سیاسی و هیچ حزب و هیچ دسته‌ای نمیبایست اگر از دموکراسی صحبت میکنه، اگر از آزادی صحبت میکنه، نگه آزادی برای من. ما میگیم آزادی نه برای من، نه برای تو، بلکه برای همه. و نه اینکه همه با من باشن، همه با هم باشیم.